درود و سلام عزیزان، حالتون چطوره؟ تو این ویدیو کلی خبر جنجالی داریم. از صحبت‌های مهیار میگیم که یه اجرای حال احسانو گرفته و گفته تو که تو برنامه گفته بودی پسر نمیتونه با دختر دوست معمولی باشه، ولی چه روی داری؟ تو که خودت با کیمیا هستی. از اون ور صحبت‌های آیدا رو داریم که میگه انقدر برای من حاشیه درست نکنید و من اکس جاوید نیستم. از اون ور واکنش احسانو داریم به صحبت‌های مهیار. و مهیار در مورد کیمیا و احسان هم گفته اینا از قبل با هم دیگه بستن، با هم هماهنگ کردن که چجوری تو برنامه جلوه بدن خودشونو که منفور نشن و کلی خبر جنجالی که در ادامه با هم میبینیم. فقط قبلش ویدیو رو لایک کن و یادت نره که کانال رو ساب کنی که هر روز بتونی حواشی جدید برنامه رو داشته باشید. دوستان عزیزم، قبل از اینکه حواشی برنامه رو شروع کنم خواستم بگم امروز روز مادره و از این فرصت استفاده کنم و به تک تک مادرای عزیز تبریک بگم. مادرای عزیز روزتون مبارک، همیشه شادی و مانا باشید. بوس به همه مادرها. حالا بریم سراغ حواشی برنامه. حواشی برنامه را از صحبت‌های جنجالی احسان میگیم. احسان شب گذشته تو برنامه گفته بود هیچ پسری با دختر نمیتونه دوست معمولی باشه. حالا مهیار اومده واکنش نشون داده و گفته چه رویی داری؟ تو پس چجوری با کیمیا در رابطه هستی؟ من بحث اعتماد نیست، کلا براش این قضیه نمیگنجه. به دوست دخترش به عنوان مثال رفیق پسر داشته باشه، مثل رفیق دختر. برای من مثلا جنسیت مهم نیست. شما که این صحبت رو دارید می‌کنید، من واسه می‌نویسم امضا می‌زنم. هیچ پسری با دختر رفیق نمیمونه. شما توف تو شرفت بی شرف، احسان بی شرف، توف تو صورتت، توف تو وجودت. تو چطوری پس همچین حرفی رو زدی؟ بعد میای میگی که من و پیکمیا تا آخرش با هم دیگه دوستیم. ریدی آبم قطعه. برای که خوب نشون دادی در عالم رفاقت مثل یه گرگی هستی که لباس میش پوشیدی، لباس دام پوشیدی، رفتی لای کردی. حالا بعد اینکه قسمت شب گذشته پخش شد، احسان اومده یه استوری گذاشته و یه جورایی خواسته حرفاشو ماسمالی کنه. گفته آدما نظرشون عوض میشه، الان منم نظرم عوض شد و دختر پسر میتونن با هم دیگه دوست معمولی بشن. گفتم مثلا رفیق دختر، آقا من شاید یه عقاید اشتباهی داشتم تغییرش دادم. الان یه قد دوست رفیق دارم که دختران کمکم کردن که رحمت بر پدر و مادرشون، تغییر کرد افکارم. مثلا الان من اونجا گفتم آره رفیق دختر فلان بهمان، خب حرفم شاید اشتباه باشه، شاید 2000 نفر تاییدش کنن، 2000 نفر تکذیبش کنن. الان من شما آدم بد خدا نمیفهمم. اوکی من بد، ان شاء الله خدا بهترینا رو نصیب خودت تویی که داری میگی یه افکار یا رفتار بدی آدم بدی هستی، ان شاء الله همه رو به خودت بده. بعد اینکه من منظورم چیزی دیگه بود، اینکه مثلا کسی تو رابطه باشه بخواد مثلا من دوست دختر داشته باشم، بخوام با دوست دخترم برم کافه، برم سینما، برم نمیدونم پارتی، اصلا تو کته من نمیره. من راجع به چیزای دیگه داشتم میگفتم. بعد اینکه من بعضی از حرفام هم زده نقیضه، نمیتونم منظورمو برسونم، ولی در کل بازم معذرت میخوام اگر حرف اشتباهی زدم. دیگه بالاتر از این نیست که عذرخواهی هم کردم اگر حرف اشتباهی یا افکارم اشتباهه یا هر چیز دیگه ای. بعد اینکه دیگه اصلا کلا راجع به برنامه صحبت نمی‌کنم، یه رفتار از خودم ببینم خوب باشه ریاکشنشون نمیدم، بعدم باشه میگم آقا معذرت میخوام بابتون رفتار بدی که داشتم. مهیار در مورد سجاد امیدی هم صحبت کرده و میگه سجاد امیدی جادوگر اعظمه، همه رو بازی میده. توی برنامه عسل رو میخواست و یاسی رو هم زیر سر نگه داشته بودش، ولی به خاطر حرفای احسان رفته بود سمت یاسی چون فالوور بالایی داشتش. داشته باشی حالا این نیست که همش بخوام باش تایم بگذرونم یا اونم بخواد بپوشم بشه. زیر نظر دارم، هم من اونو زیر نظرم میگیرم که اونم آره زیر نظر دارمش، ولی چون دلم پیش عسله دورادور فقط نگاه عسل میکنم ببینم عسل کی مامو این کات میکنه برم باش. ولی خب داشت احسانم میگه عسل به دردت نمیخوره چون فالووراش بالا نیست، برو سراغ یوسی که فالووراش بالاست و رفیقای خیلی معروفی داره که از قبل اینا بتونیم ویو بگیریم و 4 تا فالوور برسیم. سیاست داشته باش. چیزی که من از یاسی پرسیدم خودم تنها که بودی اینه که مثلا میگه اروا بیبیت سجاد خیلی مردونه است. دروغ میگه، میگفت سجاد خیلی خزه، انگاری داشاکالای موقع زمان قاجار میمونه با او تتوهای دوره زندان بافش. خیلی
دختر دوست دارن یکی پشتشون باشه و اینا. دخترها دوست مهیار دارن. در مورد احسان هم صحبت میکنه و میگه احسان آدم دورویه، پشت دوربین یه جوری رفتار میکرد، جلوی دوربین هم یه جوری دیگه رفتار میکرد، چون انسان درستی نبودش. جلو تو چه انی هستی آخه؟ بیشرف، تو خودت آدمی هستی که تو قالب رفاقت میری جلو تا به وقتش، بعد میگی جلو من امتحان کن. چقدر تو درویی آخه. دقیقا خودت منتظر یه روزی بودی، که با پیکمی بریزی رو هم دیگه. مهیار در مورد کیمیا هم نظر داد و گفته کیمیا به خاطر اینکه منفور نشه سری رفت دوباره چسبید به یاشار، ولی نقشه‌ش رو خیلی مصنوعی بازی کردش، همون نقشه‌ای که آقا احسان براش شیده بود و گفته بود. مهیار در ادامه در مورد یاسی هم صحبت میکنه و میگه والا اون قیافه‌ای که تو داری و من دارم میبینم تو حداقل 40 سالته، بعد اون موقع میای میگی 25 سالمه. ولی الان خیلی خوبه که تجربه داری، کسب میکنی و انقدر داری تلاش میکنی، فهمیدی از اشتباهاتت درس. تجربه کجا بوده یزید؟ این داره این کارا رو جلو دوربین میکنه، یعنی برنامه تموم شد اینا پاشون از در ویلا بذارن بیرون با اسی جونش لای لای. چی فکر میکنی تو؟ آره همین که میدونی چی بوده بچه، همین که الان فهمیدی جلو دوربین چجوری باید رفتار کنی همین مهمه. آیدا داره اینجوری بهت میگه، یعنی به خودت اومد. دقیقاً به خودش اومد که جلو دوربین نباید خیلی کارا رو بکنه، خیلی رفتارا رو بکنه، به خودش اومد دیگه. لای لای کارای لای لای بذارن برای تغییر بکنه. باریکلا تغییر خیلی. ما هم پشمامون ریخته از تو که انقدر نقشتو خوب بازی کردی، فقط خیلی زیادی مصنوعی بازی کردی. باریکلا از تو بعیده. خب ما میدونیم این کارا از تو بعیده، چون دقیقاً این سرمشقو اسی جون برات نوشته، تعیین تکلیف کرده و تو اومدی وظایفتو انجام دادی. تو چی میگی بابا؟ تو چی میگی دیگه؟ این وسط میای میگی من 23-4 سالمه 25 سالمه، ولی چیزی که من الان دارم توی این تصویر میبینم حداقل 40 میخوری. حالا نمیدونم داستان چیه. ماشاءالله دستات میتونه تو رقابت‌های مستر المپیا شرکت کنه و مقام بیاره. بفهم اینجا یاشار نشسته، اینجا کیمیا، ایوب هم نگاه می‌کنید خیلی دوست داریم. گفتم الان دیگه نوبت منه. خفه شو بابا، زر نزن. آره خیلی طبیعیه، چون من رفتم پا دادم به رفیقش و الان دوربینا گرفته و ما در خطر منفور شدنیم. من حالم از یاشار به هم میخوره، ولی الان لازم دونستم چون احسان بهم گوش زد کرده برم ازش عذرخواهی کنم که ما همدیگه رو خیلی دوست داریم، که مردم هم خر کنیم. خودتی. مهیار از سپیدم صحبت میکنه و میگه چقدر من و فرناز گفتیم مراقب جاوید باش، این آقا جاجوج آدم خطرناکی و دخترها بمباران احساسی میکنه. و در مورد کیمیا هم گفته مراقب کیمیا باشید که اونم مسئوله که از جاوید حمایت کنه و خبراتون رو میبره پیش گروه کفتارها. قربونت برم، اون جاجوج این حرفا رو به همه دخترها زده. من روز اول بهت گفتم مراقب این آدم باش، این آدم خطرناکه، دخترها رو بمبارون احساسی میکنه. تو به حرفم گوش ندادی. حالا برو. از حرف زدن تا عمل بسیار است. مراقبم باشید. اوه پیک می اومد. این بادیشو حواستون باشه، حرفاتون زیر فی میبره میفروشتتون پیش جاجیج و تیم کفتاریش. مراقب باشید. آره اومده پیشتون یکم فضولی کنه ببینه چی میخواین بگی. اونجا گفتم مهر مادرم چرا گفتی دیسلایک؟ خب این مسئول اینه که از جاجیج چه میدونم حمایت کنه دیگه. دروغ میگه، کاراشم گردن نمیگیره.
فرناز داره زیر چیشی نگاش میکنه میگه حالا بریم سراغ آیدا که با ورود طناز یه سری حقایق مشخص شده که آیدا قبل از برنامه با یلدا و روژان هم در ارتباط بوده. خیلی ازش پرسیده بودن که ارتباطتون به چه صورت بوده، اونم گفته قبل برنامه 1-2 بار یلدا و روژان رو دیده بودم و لطفا منو وارد حاشیه نکنید و تازه کلی توپیده به کسایی که براش حاشیه درست کردن. البته بیشتر منظورش یاسمن و مهیار بوده. آیدا حتی واکنش نشون داده به یه سری صحبت‌ها که بهش گفته بودن تو اکس جاویدی و برگشته گفته من اکس جاوید نیستم. مگه یه نفر چند تا میتونه اکس داشته باشه؟ و کلاً حسابی آیدا عصبانی شده و یه سری وایس داده و در این مورد توضیح داده. من اول فصل 2 که پخش شد علیه هیچ کس صحبت نکردم. حتی زمانی که دیدم تو چنلم توی قسمت گروه دعوا شده یا اصلا دارن به کسی فوش میدن که طرف یا دوستم یا دشمنم یا هر کوفتی که هستش کاری ندارم، چنلو بستم، چتو بستم که یه وقت فوشی علیه کسی زده نشه. ولی توی که نشستی از ابتدای فصل 2 تا حالا یه جایی در مورد بقیه صحبت کردی، این اله این بله این اینطوریه اونطوریه، بابا بکش بیرون از مردم، بکش بیرون از بچهای فصل 2 فصل 1. یعنی فقط کم مونده راجع به فامیلای من بخوای صحبت کنی، راجع به فامیلای شرکت کننده بخوای صحبت کنی. بابا یکم برو به زندگی خودت برس، بود تو برس. بعد حداقل یه چیزی میخواید بگید راجع به بقیه درستشو بگید، حداقل یه چیز صحیح و درست بگید. یکی برگشته تو یکی از لایوهاش گفته که آیدا برگشته گفته که زمانی که میای پایین باید مثل ربات باشی. حالا من دیروز توی ویدیوی با ما این گرفتم ویدیو یوتیوبم گفتم اصلا دقیقاً چی گفتم. طرف یه سری از یه جاهایشون یه حرفایی در میارن فقط واسه ویو. اوکی تو الان افتادی کف اکسپلور، ولی به خدا فصل 3 انقدر حاشیه‌اش زیاده به مثلا اینکه 2 تا قسمت پخشه تو خاندانت همه با هم فراموش میشید. من برگشتم گفتم اینجا انقدر توی عشق ابدی گفتم اینجا انقدر درد زیاده، مثلا انقدر گشنگی و بیخوابی و این چیزا زیاده، آدم باید دکمه حس کردن و این چیزاشو خاموش کنه، مثل خونه شما بره پایین اصلا دقت نکنه به اینکه گوش نشه یا خوابش میاد، فقط باشه توی ضبط مثلا کنار هم دیگه باشیم و اینا. بعد یارو میگه این ربات باید باشه، ولی دیده چون مردم به من میگن یه سری ربات، اون اومده از انکره گرفته. بابا تو رو خدا برید یکم خودتون کار کنید، خودت کار کن، خودت کار کن. یکی دیگه گفته آیدا اکس جاویده. بابا مگه فیلم جن تیوی موجان اکس جاویده، آیدا اکس جاویده، اسخر اکس جاویده. جاوید حالا هر چیزی هم باشه چطوری میتونه توی اکیپ 4 نفر با خودش اکس کنه، اونم همه با هم دیگه رفیق باشن؟ وای فلانیشون اومده تو برنامه تو نگفتی تو منفوری. آره آخه من زن کارگردانم، من تو گوشش میخوندم کیو بیاری تو برنامه. کارگردان جا میشه امروز همخونه منو برداری بیاری، ما مثلا سر رفته تو برنامه گوش بده. نه من بعد میگم بیا بعد میشه جاویدو برگردونی تو برنامه، بعد میشه بعد میشه کاری یه جوری داری برنامه میکنید انگار مثلا من صاحب برنامه بودم. ولی مثلا فکر می‌کنید ما با حالا یه مقدار فالوور وارد اون برنامه شدیم، به ما خیلی اهمیت میدادن و خیلی به ما محبت می‌کردن. عشق ابدی نه خیرم. من روز اول رفتم اونجا گفتم من می‌خوام ولاگ بگیرم، گفتن نه ولاگ نمی‌تونی بگیری، گفتم می‌خوام عکس بگیرم، گفت می‌تونی عکس بگیری ولی تایم باید داشته باشی، تو مگه وقت می‌کنی عکس بگیری؟ همه این حرفا رو به ما زدن، نه اهمیتی میدادن نه توجهی می‌کردن. الانم که بعد از برنامه یک دو تا جار دیدم یه سری ادیتایی زدن که از من 2 ثانیه گذاشتن، از یکی دیگه 20 دقیقه گذاشتن که متوجه یه سری چیزا نشن مردم. دوستان عزیزم اینم از حواشی برنامه. نظر شما در مورد حواشی برنامه چیه؟ لطفاً تو کامنت‌ها بهم بگید. و مرسی که تا پایان این ویدیو منو تماشا کردید و ازتون ممنونم که با لایک و کامنتاتون از من حمایت میکنید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید. بدرود.